پروژه تاپی شاهراه گاز منطقه از آسیای مرکزی تا جنوب آسیا. سلام و خوش آمدید عزیزان بیننده. امیدواریم هر کجا که هستید صحت و آرام باشید. امروز با شما هستیم با یک گزارش ویژه و مفصل در مورد یکی از بزرگترین پروژه های اقتصادی و انرژی در سطح منطقه، پروژه انتقال گاز تاپی. پروژه‌ای که سالهاست نام آن با امید، انتظار، چالش و همکاری های منطقه‌ای گره خورده است. پروژه تاپی یکی از آرزوهای دیرینه مردم افغانستان است که عبارت از تقریبا اضافه از 2 دهه میشه که منتظر تطبیق از هستند و در بالای پروژه کمپانی‌های بزرگ بین امریکایی مثل پریداس و یونیکار رقابت کردند، ولی به دلیل نبود یک حاکمیت قوی و یک نظام با ثبات و امنیت این پروژه در افغانستان قابل تطبیق نبود. افغانستان به خاطر که انرژی کافی نداریم، نه برق کافی داریم، نه ذخایر گاز که از او استخراج شده باشه، بنابراین اشد ضرورت ما به انرژی داریم که خود گاز تاپی یکی از منبع بسیار بزرگ برای رشد اقتصادی افغانستان میشه. تاپی اولا که در مسیری که میای تا به هرات و از اینجا میره تا به هند مجموعاً 1821 کیلومتر است که فعلا 150 کیلومتر از زیر کشور دوست ترکمنستان متقبل شده که تا ولایت هرات را لوله گذاری میکنه که خوشبختانه با وجودی که همیشه شک وجود داشت که تاپی افتتاح میشه و تطبیق نمیشه، ولی این بار عملا ما دیدیم که هم افتتاح شد و هم تطبیق میشه. این پروژه 4 کشور ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند را در یک مسیر مشترک انرژی به هم وصل میکند. کشورهای با منافع متفاوت اما با یک هدف مشترک، انتقال پایدار انرژی و تقویت همکاری منطقه‌ای. 600 متر لوله گذاری شده و اضافه از 2 کیلومتر هم مسیری را که ای تاپی طی میکنه تا به هرات هموارکاری شده. در پهلوی از اینکه گاز به هرات میرسانه و به افغانستان میرسانه، به پهلوی از این خط آهن هم میآید و از طرف دیگه برقی که از ترکمنستان به طرف پاکستان میره 500 کیلووات برق هم ایم زمینی تمدیدی از ساده میشه به خاطر که این مسیر آماده میشه و همچنان فبر نوری است که انتقال به این مسیر انتقال میکنه. بنابراین این یک تحول بسیار بزرگ اقتصادی را در غرب افغانستان به وجود میاره. همچنان وقتی که تمدید شده به طرف پاکستان بره، به ولایت فرا، به ولایت هلمند، به ولایت نیمروز، به ولایت قندار هم همین تحولات میآید. بنابراین این پروژه روی یک چانس طلایی است و الحمدلله به امنیتی که فعلا بعد از حاکمیت امارت اسلامی تامین شده، زمینی تطبیقی از بسیار ساده شده. یکی از مشکلاتی که قبلا وجود داشت در مسیر لوله گذاری، اراضی که در اینجا قرار داشت او استملاک از یک مشکلات در دولت‌های قبلی داشت و بسیاری افرادی بودند که خب اینا شاید ممانعت ایجاد میکردن، زورگویی میکردن، ولی امروز همین مسئله هم حل شده و بسیار به سادگی این زمینه از استملاکش هم شده و قسمت یک زمینه دولتی بوده آماده شده و قرار است که انشالله تا 2 سال آینده این گاز به ولایت هرات و در استیشن گذره برسه. مهمی است که دولت پاکستان هم به گاز و برق ضرورت داره و خب وقتی که این گاز تا به گذره برسه، بعد از اون میشه که از طریق تانکرها تجارت هرات و به سرمایه گذاری به هرات از این به بعد هرات هر چیز از او قیمت خواهد شد و هر کار به هرات از این پس ارزشمندتر میشه. ما تشکر میکنیم از رهبری امارت اسلامی، بالاخص جناب والی صاحب و هر یک مجاهدی که اونجا خدمت میکنه در این راستا، باز هم از اونا تشکر میکنیم. این چیز نشده که گفته شده باشه که در فلانه بخش از شما بیان سرمایه گذاری کن. اگر بشه تاجرها و صنعتکارای هرات بی حاضر هستن که در این بخش سرمایه گذاری بکنه و اونا پروژه های ملی ما مثل تجارت خود نمیبینیم، او با ارزشتر و
مثل یک عبادتی که باشه او همون تو فکر میکنیم. ای تو فکر نمیکنه که تجارت ما فایده میکنه. به مسائل ملی ما همراه به سایر نقاط افغانستان، با کشور مثل پاکستان و همچنین از طریق چابهار به کشور هندوستان هم گاز صادر شود. تا زمانی که کشورهای منطقه و به خصوص ترکمنستان مطمئن نمیشد که در افغانستان دیگر ناامنی به وجود نمیه و حالا به طرف ثبات رفته و همچنان قدرت‌های بزرگ اقتصادی جهان هم که به این پروژه علاقه‌مندی دارن، اگر اونا هم مطمئن نمی بودن که در افغانستان دیگر ناامنی نمیشه، پروژه در قدم اول شروع کار تاپیر به داخل خاک افغانستان برای مردم و رهبری امارت اسلامی افغانستان تبریک میگم. آرزوی دیرینی مردم افغانستان جامع عمل پوشید و این به فال نیک میگیریم. در قدم دوم تطبیق پروژه تاپی در شرایطی که افغانستان با او مواجه هست شدیداً به کمبود انرژی و در حال حاضر برنامه‌های انکشافی و استخراجی و بنیادی که امارت اسلامی افغانستان داره بدون داشتن انرژی کافی ناممکن تطبیق است. استخراج معادن افغانستان خصوصا معادن هرات، معادن سنگ آهن 100% وابسته به انرژی برق و گاز هست. رشد صنعت وابسته به انرژی گاز و برق می باشه و تمام برنامه‌های انکشافی و اقتصادی، زراعتی، مالداری و ساختمانی در سطح کل افغانستان به انرژی در گام اول ضرورت دارد. تمام کشورهای پیشرفته صنعتی دنیا که حرف امروز برای گفتن دارند و در جهان از لحاظ صنعتی تاختاز میکنند، در قدم اول فکر انرژی را کردن که انرژی محرک اصلی پیشرفت و توسعه اقتصادی در یک جامعه است. ما به فال نیک میگیریم از آدرس صنعتکاران افغانستان و حوزه غرب. امیدوارم که همونطور که عملا کار شروع شده 600 کیلومتر لوله گاز امتداد پیدا کرده به داخل افغانستان و 2 کیلومتر اراضی انبارکاری شده و مساعد شده برای تطبیق لوله. امیدوارم که پروژه ما در آینده نه چندان دور شاهد افتتاح از او باشیم، شاهد بهره برداری از او در جوار شهرک صنعتی هرات باشیم. او روز برای مردم افغانستان و برای صنعتکارای افغانستان، به خصوص برای صنعتکارای هرات، او روز خوشی و روز جشن و پیروزی و پایکوبی هست. طوری که شما به جریان هستیم چند روز گذشته پروژه تاپی که یک پروژه بسیار بزرگی از چندین سال بگی بر غیر فعال بود و عملی نشد، خوشبختانه به این چند روز آخر افتتاح شد و فکر کنم روز یک شنبه رسما به کار آغاز کرد به داخل افغانستان. این میتونه که برای مردم یک ایده بسیار خوب بده و کل مردم افغانستان، به خصوص مردم هرات، به خصوص به جوانای هرات که زمینی اشتغال زایی به وجود میاد. شما ببینیم که به ایجاد شدن
پایپلاین گاز ما میتونیم از این به برق استفاده کنیم، ما میتونیم از گاز به برق تبدیل کنیم و برق داخلی خود اکمال کنیم. ما میتونیم فابریکات ما که با گاز استفاده میکنن، به موجود استفاده میکنن، زغال سنگ استفاده میکنن، کل از گاز استفاده کنم، چون گاز یک خوبی داره، خیلی سریعتر کار انجام میده، خیلی بیتر. اگه شما فکر مثلا فابریکای پلاستیک ببینیم، فابریکای مواد غذایی رو ببینیم، اینا همه به گاز نیاز داره که به تولید از اینا هم بیتر میشه و تولید هم سریعتر میشه. شما ببینیم که ما مثلا فابریکی سمیت هرات داریم که او به گاز نیاز داره، فابریکی زوی آهن داریم که با گاز نیاز داره، خود معادن زوی آهن به گاز نیاز داره. فلحاظا این گاز یک گام بسیار خوبه، یک کاریه که ما چندین سال انتظار از این داشتیم. خوشبختانه که این کار عملی از شروع شد، دیگه میتونه فابریکای ما افزایش پیدا کنه، مردم علاقمند بیشتر به سرمایه گذاری شن، چون یک بخش عمده از این مواد سوخت فابریکات صنعتی است. برای ما بسیار جای خوشحالی است که فعلا در کنار لوله ها و اسباب وسایلی که کار بزرگ پروژه ملی تاپیر پیش میبرن هستم. ای در روز یک شنبه اول دسامبر شروع شده، حدود 600 متر لوله جابجا شده، حدود 2 کیلومتر زمین هموار شده برای که لوله ها جابجا شد. جمله تاریخی داریم، ما میگیم کار را کی کرد که تمام کرد، ما میگیم کار را کی کرد که شروع کرد. کار شروع شده و کار روزانه سرعت میگیره، آرام نمیشه. فعلا در قدم نخست 15 کیلومتر تمام امکانات آماده است. بعدا مرحله نخست ما هرات است باذن الله جلونی. استگاه اول ما شرک صنعتی است، شرک صنعتی هرات باید برسه باذن الله جل جلاله. شما اینجا حضور داشتین، برادرای ترکمان ما بسیار راحت میگشتن. امنیت در پروژه تاپیچی که در تمام افغانستان از اسلام قلعه گرفته تا واخان 100% مطمئن است، 100% به اطمینان است. باز هم پروژه های استاندارد امنیت قراردادها منعقد شده، مکمل امنیت است، هیچ تشویش نیست. امارت اسلامی افغانستان به عنوان یک نظام پاسخگو و جوابگو به ملت محروم افغانستان ایر وعده میده که این پروژه نه تنها به شرک صنعتی بلکه به مسئله سپین بولدک و در کشورهای هند و پاکستان به سرعت بسیار